سلام. قرار ما از یه دیتا ست استفاده کنیم و به صورت کاملا عملی و در قالب مثالهای متفاوت مفاهیم ماشین لرنینگ رو بررسی و پیاده سازی کنیم. دیتا ست مورد نظر اسمش پیما ایندیانز دیابتیز هستش. پیما ایندیانز دیابتیز رو سرچ میکنم. اولین وبسایتی که میاره بالا کگل هستش که من به همین نیاز دارم. من هیچ حساب گوگلی متصل به این ندارم. گفتم شاید بعضی از دوستان تا حالا حساب گوگلشون رو به گوگل کرومشون اضافه نکردن. واسه همین کار میام از ساینین استفاده میکنم برای اینکه حساب گوگلم از این به بعد در واقع یک جیمیلی متصل بشه به گوگل کروم. اسم ایمیلی که دارم رو می-نویسم، پسورد رو میزنم و از این به بعد دیگه گوگلم وصل به این گوگل کروم و اگر بخوام توی وبسایت ثبت نام بکنم خیلی راحت از طریق همون حساب با یک کلیک متصل میشم که احتمالاً خیلی از شما این کار انجام دادیم. من ایمیلم وارد میکنم alizade.c2m مخفف همون come to machine @gmail.com. next. اگرم هیچ حساب گوگل ندارید از طریق create account میتونید اینجا یک اکانت جدید به راحتی بسازید. next. پسورد رو وارد میکنم. حساب گوگلم دیگه متصل هستش. وارد وبسایت اولی که جستجو کردیم میشیم. در واقع اولین وبسایتی پیدا کرد کگل هستش که ما اینجا دیتا ست های خیلی زیادی میتونیم دانلود کنیم. دیتا ستی که من میخوام همینجا میتونم به راحتی دانلود کنم. وقتی میخوام دانلود کنم به کگل وصل نیستم میتونم ساین این ویت گوگل بزنم و به راحتی متصل بشم. الان یک حساب برای من ساخت اینجا با حساب کاربری که دارم و الان میتونم دانلود رو کلیک کنم. فایل مورد نظر دانلود شد. من وارد مسیری که دانلود شده میشم. اینو کات میکنم. میخوام ببرمش توی مسیر دیگه‌ای که همیشه نگرش دارم. اینجا پیستش میکنم. اکسترکت اینتر و ساخته شد. اسمش هم دوستان بیاد همین الان عوض کنیم چون بعدا زیاد میخوایم استفاده کنیم. پیما ایندیانز دیابتیز. قراره توی یک محیط کدنویسی این دیتا ست رو وارد کنیم و روش مدل بسازیم. یکی از راه‌ها همینجاست. توی کگل من میتونم نیو نوتبوک رو بزنم و بدون نصب هیچ گونه نرم افزاری همینجا توی همین محیط بیام کدام رو بنویسم، برنامه رو ران کنم، بعداً هم میتونم به راحتی دانلودش بکنم و تو محیط‌های دیگه ازش استفاده کنم. اینجا مواردی که وجود داره من میتونم پاک کنم. کنترل آ زدم. اینجا بیام کدهایی که لازم دارم رو بنویسم و بعداً وقتی کدام تموم شد اینجا دانلودش کنیم فایل نوتش رو و توی هر برنامه دیگه مثل VS کد، توی جوپیتر نوتبوک یا توی گوگل کلاب ازش استفاده کنم. خب پس این یه راه برای این که من بیام کدام رو از این به بعد بنویسم استفاده از خود کگل هستش. من میخوام وارد گوگل کلاب بشم. گوگل کلاب کافی اینو سرچ کنم و اینتر. اولین وبسایت کلیک میکنم. برای اولین بار با همچین صفحه روبرو میشیم. من میتونم بزنم نیو نوتبوک. این صفحه برام باز شد و میتونم کدهام رو بنویسم. پس ببینید دوستان من تا اینجا اومدم یک دیتا ست دانلود کردم و یک محیط کدنویسی رو آماده کردم. من میتونم اینجا اسم این محیط رو مثلا بیام بنویسم پیما ایندیانز دیابتیز مثلا 01. اسم فایلم هم این خواهد. اولین کار توی اجرای هر برنامه ماشین لرنینگی اینه که ما اون داده هایی که قرار روش کار کنیم رو وارد محیط کدنویسیمون کنیم. برای این کار من میام از کتابخونه‌ای به نام پانداز استفاده میکنم. برای این کار باید ایمپورتش کنم به محیطی که الان دارم توش کد می‌نویسم. ایمپورت میکنم پانداز رو از PD. خب در واقع من کتابخونه پانداز رو میخوام ایمپورت کنم توی گوگل کلابم توی این محیط و از این بعد به جای پانداز نوشتن این 5-6 تا حرف بیام از PD از این به بعد استفاده کنم. هر وقت خواستم پاندا رو صدا بزنم در واقع از PD استفاده میکنم و میام اجراش میکنم. ببینید اینجا کانکتینگ زد. الان خود این محیط میاد یک بستری برای من فراهم میکنه. الان ثبت شد. من میخوام از این پانداز استفاده بکنم برای اینکه بتونم ایمپورت کنم اون دیتا ستم رو به این محیط. برای این کار چی کار میکنم؟ من میام دیتا یک متغیر میسازم، از پانداز استفاده میکنم، نقطه از دستوری به نام read underline. اگر کنترل اسپیس رو بزنم
چند تا مورد بهم پیشنهاد میده خود گوگل کلاب. رید CSV، رید اکسل، رید جیسون و خیلی چیز دیگه، رید SQL، بستگی به فایلی که من میخوام کار بکنم. من از کگل این دیتا ستی که دانلود کردم، پسوند این دیتا ست همشون از نوع CSV هستش. CSV کاما separate value. خب خیلی سبکه، توی هر پروژه ماشین لرنینگی ما با این نوع در واقع پسوند خیلی باید کار کنیم. پس من میام از رید CSV استفاده میکنم و داخل پرانتز باید آدرس فایلم رو بنویسم. ببین دوستان، از این قسمت سمت چپ، از قسمت فایل ها من کلیک میکنم و میام اون دیتا ستم رو میکشم و اینجا ولش میکنم. پیما ایندیانز دیابتیس اومد. من کافیه اینجا رو این سه نقطه کلیک کنم، کپی پس، آدرسش کپی شد و بیام اینجا آدرسش رو پیست کردم، کنترل وی و اجراش میکنم. الان دیتا وارد محیط کد نویسیم شد. حالا من میخوام دیتا رو چاپ بکنم، ببینم این دیتایی که من داشتم به چه شکله. دیتا و کنترل اینتر. دیتایی که ما دانلود کردیم همچین دیتایی هستش. 768 ردیف داره و 9 تا ستون. اطلاعاتی هستش که راجع به 768 بیماره. 9 تا ستون داره، 8 تا ستونش ستون ویژگی ها هستش و یک ستون تارگت ما هستش. ما با این دیتا ست میخوایم چی کار کنیم؟ این دیتا ست 1 2 3 4 5 6 7 8 این 8 تا ویژگی رو از یک بیماری اومدن اطلاعاتش رو اینجا وارد کردن. 6 بار باردار شده. این خانم با ایج 50 ساله، گلوکوزش تو اون زمانی که تست ازش گرفته شده 148 بوده، بلاد پرشرش تو حالت دیاستول، فشار خونش 72 بوده، اسکین تیکنسش در واقع اون ضخامت پوستش 35 میلیمتر فکر کنم، انسولین احتمالاً آزمایش ازش گرفته نشده، BMI بادی مسیو ایندکس، اینم خب یک ویژگی دیگه است که حالا راجع به چیزای پزشکی هستش. و اینجا پدیگری فانکشن، اینم یک تستی هستش که از لحاظ ژنتیکی احتمال بیمار بودن دیابتی رو بررسی میکنن و این فرد آوتکام، اون تارگتی که ما داریم رو بهش گفته که آقا ایشون دیابت داشته. سمپل دوم دوباره این ویژگی ها رو یکی براش وارد کردن و گفتن این دیابت نداشته، بعدی دیابت داشته، دیابت نداشته و الی آخر. پس ما 768 تا بیمار رو با ویژگی های متفاوت داریم و میخوایم یک مدل بسازیم و میگیم آقای کامپیوتر، با توجه به این 768 تایی که اومدی یاد گرفتی، با توجه به این ویژگی ها که دیابت دارند یا ندارند، حالا اگر یه فرد جدیدی اومد که 3 بار باردار بوده، گلوکوزش به طور مثال 105 بوده، بلاد پرشرش، فشار خونش تو حالت دیاستول مثلا روی 7 بوده، اسکین تیکنسش نمیدونم مثلا 30 میلیمتر بوده و الی آخر، مثلا 25 ساله هم بوده. با این ویژگی ها برای من پیش بینی بکن که دیابت دارد یا ندارد. پس گرفتین چی شد؟ هدف ما ساختن همچین مدلی با توجه به این دیتا ها.